برای وقتایی که حوصلت سر رفته یه پیشنهاد باحال دارم. گوشیتو بردار، برنامه اینکردیباکس رو نصب کن. حالا وارد برنامه شو، یکی از این شخصیت ها رو انتخاب کن، پلی رو بزن. اینجا هر کدوم از این شکلا یا نوت ها رو که روی این آدمکا بذاری شروع میکنه به بیت باکس زدن. هیچ مهارت خاصی نمیخواد، هر کدومش هم که نخواستی انگشتت رو کلش میکشی پایین، یه نوت دیگه جایگزین میکنی. تا اینجا که همه چی عادی بود. حالا آماده ای حسابی درگیرش بشی؟ ببین از این بالا این گزینه‌ها رو که بزنی بهت میگه چطور یه موزیک کامل بسازی. کار از اونجایی سخت میشه که بخوای این 3 مرحله رو کامل کنی و موزیکاشو بسازی. هم سخته هم حسابی درگیرش میشی. راستی هر کدوم از این کاراکترها یه سبک موزیک متفاوت دارن و توصیه میکنم همش رو تست کنی.